اعلیحضرت ملکه ثریا پهلوی در 11 مهر ماه سومین کنگره پزشکی ایران را در هتل رامسر افتتاح فرمودند. موضوع سومین کنگره پزشکی مبارزه با بیماری سل بود. جناب آقای دکتر جهانشاه صالح وزیر بهداری و رئیس کنگره پزشکی ایران بیاناتی درباره این دشمن خطرناک ایراد نمودند. در جلسات کنگره که 4 روز به طول انجامید، در حدود 300 نفر از پزشکان کشور به بحث و مباحثه در خصوص طرق جدید پیشگیری و مبارزه با بیماری خطرناک سل پرداختند. یکی از قسمت‌های جالب توجه کنگره نمایشگاه سازمان همکاری بهداشت وزارت بهداری بود که اعلیحضرت ملکه برای بازدید آن به محل کازینو تشریف فرما شدند. متصدیان نمایشگاه توضیحات کافی درباره برنامه‌های اصلاحی این سازمان به عرض می‌رسانند. در این نمایشگاه برای اولین بار دستگاه‌هایی به معرض نمایش گذاشته شده بود که جواب سوالات مربوط به مسائل طبی را میداد. مثلا با گذاردن فیش در قسمت منفی این سوال جواب صحیح گرفته می شود، یعنی بیماری سل ارثی نیست. از فعالیت‌های مهم و پرارزش سازمان همکاری بهداشت وزارت بهداری، عملیات واحدهای سیار مجهز به دستگاه‌های عکسبرداری طبی میباشد. این واحدها در سراسر کشور در قرى و قصبات از اهالی به طور مجانی عکسبرداری طبی مینمایند. جای بسی خوشبختی است که تحت توجهات شاهنشاه و ملکه رعیت پرور این گونه اقدامات مفید در کشور روز به روز فزونی می‌یابد. فکر ساختمان یک سد بر روی رودخانه کرخه از 10 سال پیش به میان آمد. این فکر امروز صورت تحقق به خود گرفته و طرح ساختمان سد کرخه به زودی به اتمام خواهد رسید. بنگاه مستقل آبیاری ساختمان سد کرخه را به شرکت ملی نفت ایران واگذار نمود و شرکت ملی نفت با وسایل ماشینی زیر نظر مهندسین مجرب از سال 31 شروع به کار کرد. ساختمان سد از بعد تهیه پروژه و انجام عملیات ساختمانی به دست مهندسین و کارگران ایرانی انجام گرفته است. برای خرید یک نوع سیمان مخصوص مبلغ 158,000 دلار و به منظور کمک به تکمیل این سد عظیم متجاوز از 26 میلیون ریال از طرف اداره اصل 4 پرداخت شده است. سد کرخه سدی است انحرافی به طول 112 متر که با در نظر گرفتن کلیه مسائل فنی شروع به ساختمان آن شده است. این سد دارای 2 کانال اصلی است که در مواقع لزوم به طور دلخواه میتوان آب مورد احتیاج را به وسیله آب پخش کن در کانال‌های فرعی آبیاری جاری نمود. چندین هزار خانواده زارع میتوانند با استفاده از این سد به کشاورزی مشغول شوند و اراضی وسیعی از زمین‌های لمیزرع اطراف سد را دائر و آباد نمایند. 1100 نفر کارگر در 24 ساعت در شبانه روز در 2 نوبت به کار مشغولند تا هرچه زودتر این سد را قبل از فرارسیدن فصل سرما آماده بهره برداری نمایند. بدین ترتیب فصل نوینی در عمران و آبادانی کشور آغاز می‌گردد.
یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سرتیپ آزموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحله توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوان یکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمینی عزیزی، سرگرد عطارد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که میبایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده قادر است نقشه پلید مشتی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیمه شب یکشنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یکشنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.